سلام بچه‌ها. یه داستان باحال دارم براتون. شنیدین یه مربا اینقدر خوشمزه باشه که کار یه زندگی رو به طلاق بکشه؟ خب، بذارید براتون تعریف کنم. قضیه از این قراره. یه آقا از سر کار میاد خونه و میره سراغ یخچال. مربای مورد علاقه خانومش رو پیدا میکنه و ایداد بیداد همش رو میخوره. هممون این کارو کردیم، نه؟ خب، نه دقیقاً. وقتی خانومه میفهمه کلی معلومه. کی عصبانی نمیشه؟ اون مربا عزیز دردونش بوده. خلاصه، یه حرفی از دهن این در میره، یه حرفی از دهن اون، کار به جاهای باریک میکشه و آخرش چی؟ برگ طلاق سر مربا. باورتون میشه؟ خب، نتیجه اخلاقی این داستان چیه؟ همیشه قبل از اینکه خوراکی‌های خوشمزه طرف مقابلتون رو قورت بدین، ازش اجازه بگیرین. و شاید، فقط شاید، مربا از اون چیزی که فکر میکنیم سرنوشت سازتر باشه. اگه فکر میکنین این داستان خیلی باحاله، لایک کنید. و یادتون نره که برای داستانهای هیجان انگیزتر عضو کانال بشین.